اینجا را یک سال پیش به دانشگاه اینواسیون و فناوری‌های رقمی تبدیل دادند، ولی طلبگاری زیاد نیافته است. سال گذشته بیش از 40% نقشه قبول دانشجویان اجرا نشده ماند. مسئولین این دانشگاه واقع در شهر کولاب سبب‌های وضع را نگفته، برعکس دانشگاه‌های دیگری تاجیکستان را مثال آوردند. اجرای نقشه قبول مؤسسه تحصیلات عالی کسبی این تنها مشکلات دانشگاه ما است. این شروع از سال 2020 به فکرم این جانب در سراسر مؤسسه تحصیلات عالی کسبی با وقوع پیوست و هر مؤسسه با واسطه‌های گوناگون کوشش کرده است این مشکلات را رفع کند. ما نیز برای رفع این مشکلات علاقه نقشه‌بندی داریم. رئیس دانشگاه اینواسیون در کولاب میگوید تا کنون 11 اختصاص و یک فاکولته را بستند چون خریداری نداشتند، از جمله اختصاص رساندگی را. متاسفانه بعد از کار ماندن همین کارخانه رساندگی 2 سال و 3 سال اخیر در دانشگاه اختصاصمندان همین اختصاص دیگر مراجعت نکردم و قبول هم نشدم و امروز در مرحله بسته شوی هستم. در همون اسلاید اول هم بود که ما از جمله اختصاص‌های 11 اختصاص که محکم کردیم 2 اختصاصش از جمله رساندگی بود که ما دیگر بستیم. در تاجیکستان بیش از 30 دانشگاه و دانشکده فعال است. برای قبول دانشجویان و مکتب‌های عالی کشور در سال 2025 70,000 جای جدا شده بود. حالا دور اولی نامنویسی داوطلبان برای تحصیل در سال 2026-2027 سر شده است و تا آخر ماه اپریل ادامه خواهد داشت. معلوم نیست دانشگاه اینواسیون در کولاب و دانشکده و دانشگاه‌های دیگر امسال نقشه قبول دانشجویان را چقدر اجرا می‌کنند. کم شدن داوطلبان تحصیل در دانشگاه‌های تاجیکستان پس از سال 2021 و قبول قانون نوی دعوت به ارتش سر شد. بر اساس این قانون ختم کنندگان کفدرهای حربی دانشگاه‌ها دیگر از سربازی آزاد نیستند. تا آن وقت دانشجویان 6 دانشگاه و دانشکده کشور در کفدرهای نظامی خوانده برابر ختم صاحب بلیط حربی می‌شدند. قانون نو همین امتیاز را از آنها گرفت. هرچند مقامات میگویند کاهش داوطلبان و دانشگاه‌ها با اصلاح قانون ارتش ربط ندارد، تا حال هیچ تحلیل انجام و رسانه‌ای نشده است که نشان دهد واقعاً چنین ادعا تا کجا پایه دارد.